سلام و درود امیدوارم حالتون خوب باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله بغلم بزنین که هر موقع ویدیو میذارم داخل باشین. اومدیم ببینیم چه رویدادی اومده واسه مایی که نزدیک هفته نشده نصب کردیم داشتی. این رویداد میاد برات که زار قلعه بهت میده. خوشگله خوب خدایش دائمی هم بهت میده. خدا کنه که ما با این باید 3.5 میلیون بریم. بعد از اون اینه یه رویداد 5 روزه است که بهت قهرمان میده. بعد قهرمان داد بهت کارتایی میده که میدونی قهرمان ارتقا بدی. این هم چیزایی که مید ما 60% پر کردیم. این هم تورچیف چیز رویداد قلبه پادشاهی اومده. جنگ بین سرور 29 و 99 و 29. این هم یه لوگین ایونت 7 روز است. 7 روز مدام آنلاین بشه اینا رو بکنی. 5 روز آنلاین نشدیم با به مغز. این هم که 15 سال دیگه میاد. نمیدونم زدیدم بچینم اولین بارمه. این هم جم میدی این قهرمان با این آیتم ها. این هم لجندری 6000 تا میدی این قهرمان رو با این آیتماش. این هم مثل همونه ولی این چیزه مأموریت داره انجام میدی تا 20 مال 300 روز داریم پر میکنیم. اینم هیولاس اومده داشت سیلاش اومده میریم میزنیمش. ویدیو طولانی نشه. کجا بودیم؟ اینم یه رویدادی آیتماش انجام میدی 15 سال دیگه تموم میشه. آیتماش انجام میدی اینا رو بهت میده. اینو میتونی با 3 چیز ارتقای قلعه خیلی به کار میدی. اینم باز رویداده باید همش باید ماموریتی که میخوای بهت بده. بعد این نقشه ها بکنید. این نقشه ها رو میبینی اینجا استفاده میکنی. اینجا استفاده میکنی چیزهای خوب میگیری. نه اینجا استفاده میکنی. اینجا استفاده میکنی. ریدم هاجی. اینجا استفاده میکنی اینو بگیری هاجی. این ستا رو کامل کنی اینو بهت میده. نه اینو بهت میده. اینطوری کامل کنی اینو بهت میده. اینطوری کامل کنی اینو بهت میده. اینطوری کامل اونو بهت میده. ما 5 تا داریم ولی نمیدم. بعد از اونجا میتونی از این نقشه ها بگیری. از این بگیری. از این بگیری. بابا به نازم اینا خوبه خدایی باید بگیری. این هم که باز این یک روز است. میگه 10 تایم بازی باش. نمیدونم این باید ترجمه کنیم تو گوگل. اخیرش چرت و پرت. این هم از اعتماع رویدادهای بازی اینفینیتی کلن. امیدوارم راضی باشین. ببخشین جای ایراد داشتیم توی کامنت ها بگین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله بغلم بزنید که هر موقع یه ویدیو جدید میذارم با خبرش. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.